فروخی نعمت. مادام که با گفتای من نمیکنی با وعده دودگیت وفا نمیکنی در پیش خش تبار من شرمنده کردی حالا امروز ای کار بیا قرار جدا شده نمیتیم بیا حالا ای کار بیا Встречайте новые золотые директора Фаберлик Таджикистан! Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. Дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд ва беҳтарин маошо мегиранд. шуморам яке аз онҳо будан мехоҳед ва зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳед. марҳамат дар номерои ман нависен. занҳои меҳрубон, барои ин корро пеш бурдан маълумоти олӣ доштани шумо шарт нест ва забони русиро ҳам донистан муҳим нест. муҳим он аст ки шумо телефони ба интернет пайваст дошта бошед ва халос. барои номнавис шудан дар компания Фаберлик дар командаи ман марҳамат дар рӯи экран WhatsApp нависен. корро сода карда оддӣ карда мефаҳмонем то ба қуллаҳои баланд расидан кӯмак мекунем. لایق جانی من سمن جانی من چه خیلی هر شما سلامتی ها خوب ملادیس جان چی بهتر میآید من یک جو کمتر کار داشتم الان همون کارم رو بود کردم و گشته در حال آمدم فهمیدی دختر جوری من تو چه خیلی لایق جان سوز در پشت ماشین من برای تو تحفه آوردم برای تو هم های بازی مادرت رو گم بزنه فراماده میبرد مالی؟ های داری ماشین رو محکم کن جان اوه ملادیس ملادیس ها زمان ها ساعت چند شد؟ ساعت 6 شد آمیان میتیم عصب‌هایت در جایش نیست تنجه سنک ساعت 6 شدن؟ آره گفتگوی منو گرفتن شما خونه دارید من روی مادرتون گم زنم روی خونه دارید راستی گم امروز نتوانستم از حسابی اونه که یک دو رفیقم رو زنگ زدم آنها هم پول نداشتن نتونستم کاری تو رو بود کنم لکه تو پروا نکن بین همین 2-3 روزه با کاری تو رو درصد بود میکنم که در فصل بهار بهترین لباس رو در بر سازی در فکرش هستی ها؟ 2 سال شد ای ببین به همون کرتایی که اوچم کردگی من پوشیدم 2 سال شدگی بها من تا که کرتای اوچم کردگی رو من پوشم خیر زندگی همین است یک روز داری یک روز نداری لکه شکرانه خداوند کن زنگ غیر چیزی هسته برای تو کرده ایستادیم باز شکر کردی از این زیادتر می شود باز به مقصدهایت بیشتر می رسی همین هم جای جنگ است همین هم جای دعوا است گوش کن فروخ
کاسای صبرم لبریز شد میدونی میرا صبر کن همش میگذرد گذشتک سالها شد گذشت حالا امروز ای کار بیا قرار جدا شدن نمیتیم بیا حالا ای کار بیا چی؟ جدا میشوی؟ تو عقلت رو خورده ای؟ برای کدام گناه هم از من جدا میشوی؟ با خاطر یک لباس ناچیز شده تو جدا میشوی؟ بیا فکری من رو نمیکنی چرا فکری فرزندان ما رو نمیکنی؟ این دوستداری من و تو همین قدر است جدا میشوم آخه نمیدونم دیگر چی گویم نه ایهودای من میبروی نه ایهودای دو کودک میبروی با خاطر یک لباس جدا میشوی؟ گفت نگفتگی هم رو گفتم جدا میشم گفتم جدا میشم در اینجا این کودکان بیچاره عیب ندارند گناه رو کلان ها میکنند عذاب رو این کودکان میکشند قرار مدادم جدا میشم کاسای صبرم لبریز شد آخیر بس بدگیست بس حالا جون تو خوب نبودی مگر؟ نه پدر جان برای چی؟ من با شما یک گام میبرم گوش میکنم آیا جون لازم بچم پدر جان لبای مادرم با شما جان کردم نه یگان جنگ نبود او در بیرون کمی کدام عصبش رو ویرون کرده است بچه جونی من همین خیلی سیاد تو در آمده خوب شد بچه جونی من مایلش من هم در پیش شما خوب میکنم مایلش خوب کن تو خداوند تو خودت دانا هستی تو خودت همه چیز رو دیده ایستاده ای در اینجا من یگان عیب گناهی ندارم و با تو زوره میکنم رحمت رو در دل هر بنده زیاده گردان
وگرنه با خطای یک کوچک فرزندها عذابش رو میکشند. ساعت به 4 روز میرسه. مجبورم که به خاطر این فرزندهایم رفته همراهش گپ زنم. شاید که فکرش رو تغییر دهد. یعنی فکری تو همین است، جدا شدن. تو فکری فرزندان رو نکردی، فکر آبروی من رو نکردی، نگفتی که من چگونه در پیش خویش تو سرم رو میبردارم. برای انتخاب کردن تو چندین مرتبه به من دیگرها مانع شدند. لیک من یگان کس رو گوش نکردم. اگر من رو شنویدن باشی و خلاصه تو نیز همین باشد که جدا می شویم، صبحگاه این مسئله رو من حل میکنم. فراموش نکن. ای رحمت سمنگل، رحمت دختری قندی من. این مالادیس مادر تو حال خوب است؟ پدر جان لبای یا بردوشتون رو داره. من شما رو دوست میدارم. من هم تو رو دوست میدارم. پدر جان لبای التماس ما رو نپرتاید، با گپ‌های مادرم اهمیت ندهید. سمنگل رفتم مادر رو فریاد کن، لازم پدرم فریادم. خوب؟ نایجا درسویا چی خیلی؟ ناز خونده سیوخی؟ ملادیس ناز خون. ناز خون که در زندگی یک آدمی خوب شوی، یک آدمی با معنی شوی، همه حرمت و احترامت کنم. هنمی خواهرچتم رو نیست، کم کم درس آموزی را یاد دی. مایلش؟ بابا رفته شهادتنامه من، شهادتنامه خودت و شهادتنامه عقد نکاح ما رو بیار. من امروز رفته از ثبت حالت شهروندی خودمون رو جدا میکنم. زارا جان، دختر جان، این خطاگی من کردم، تو زینهار نکن دختر جان. زندگی من برای تو درس عبرت باید باشد. بین از پدرت جدا شدم،
چی عذابی‌های کشیدم، با چی عذاب‌ها شما رو کلان کردم، چی طعنه‌های شنویدم. جان دخترم، عزیزی دلم دخترم، هیچگاه زندگی آبادت را ویران نکن. چی؟ جدا میشه؟ گوش کزاره ما های اول ترا گفته بودم که شوهر کدی زندگی تصاحب کن. ما دیگه در کار نیست خود خواهم. ایره یادت نبرد که خانه ما بیای زده خونه پیشت میکنم. فهمیدی مرا؟ دوفی دیگه زنگ نزده اینا بودم. اگر زندگیت را ویران کردی دان که زینهار از تو راضی نیستم. دختر جان، پستی بلندی زندگی میگذرد، دارایی و ناداری زندگی میگذرد، کمبودی های زندگی میگذرد. با همش صبر کن، با همش طاقت کن. یک روز نه یک روز خوب میشود جان. بخشش گوش میکنم. من حقوق تغییر دادن گپم رو دارم. برای چی؟ همه در زندگی خطا میکنم. بخشش که من خطای خود را فهمیدم. دیگر از گپ شما بیرون نمیبرم. بگذار چنین باشد. با خاطر همین گذرهای مایده این رو نیز فراموش نکن. خواستای صبر هر کس لبریز که شد دیگر یگان چی فایده ندارد. فهمو؟ از پسی کارا چه؟